الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا. مخلوقات را عالمانه آفرید و برای آنان سرنوشت‌هایی مشخص نمود و برایشان مدت‌هایی تعیین فرمود. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. و پیش از آفرینش آنان چیزی بر وی پوشیده نبوده و میدانست که آنان چه کارهایی انجام خواهند داد و آنان را به اطاعت خویش دستور داد و از نافرمانی نهی فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم، مطالبی رو درباره جاودانگی صفات الله متعال بیان کردم که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت صفات، نامه‌ها و ویژگی‌های الله متعال همانند ذات الله متعال ازلی و ابدی هستند. از آنجایی که صفات الله متعال صفات کمال هستند و هیچ گونه نقص و خللی در آن وجود ندارد و نبودن این صفات و منتفی شدن این صفات از الله متعال به معنی نقص هست، به معنی اشکال و ایراد هست و به معنی خلل هست. پس بنابراین هیچگاه الله متعال از صفات خودش عاری نبوده، بلکه تمامی صفات الله متعال هم در ازل بوده اند و هم تا ابد خواهند بود و همراه با ذات بی‌مثال الله متعال هستند. پس بنابراین وقتی که ما معتقد به این هستیم که ذات خداوند متعال و نامه‌ها و صفات الله متعال جاودانه هستند، همیشه بوده اند و برای همیشه خواهند بود، به این نتیجه می رسیم که لیس کمثله شیء، که همانند الله متعال هیچ چیز نیست و الله متعال سمیع و بصیر هست، که این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. بعد از این مطلب علامه طحاوی رحمت الله علیه بحث تقدیر را و قضا و قدر الله متعال را مطرح می کند و روش امام طحاوی در مطرح کردن بحث تقدیر بگونه‌ای هست که این مسئله را در چندین جای این کتاب مختصر بیان کرده.
یک جا همه رو مطالب را یک جا و فشرده بیان نکرده، بلکه به مقتضای بیانش و به مقتضای روزگار خودش این بحث قضا و قدر الله متعال را با بیانها و تعبیرهای مختلفی و در جاهای متفاوتی از این کتاب مختصرش بیان کرده. در اینجا می‌فرماید که خلق الخلق بعلمه، الله متعال مخلوقات را و آفریدگانش را خلق کرده و آفریده به علمه، همراه با علمش و در کنار علمش و همزمان با علمش. یعنی این که الله متعال زمانی که این انسانها و مخلوقات را آفریده عالم بوده و همه چیز آنها را میدانسته. این گونه نبوده که الله متعال قبل از آفرینش انسان از انسان آگاهی نداشته باشد که این انسان چگونه خواهد بود و بعد از این که آفریده شود چه کارهایی را انجام خواهد داد، بلکه الله متعال انسانها را و دیگر موجودات را با علم آفریده و با دانش و آگاهی تمام مخلوقات را آفریده، زیرا که الله متعال خالق هست و آفریدگار هست و خلقت و آفرینش بدون از علم امکان ندارد. در واقع بسیاری از گروه های منحرف و فرقه های ضاله معتقد به این هستند که الله متعال علمی به مخلوقات نداشته مگر بعد از این که این مخلوقات را آفریده. این خلاف عقیده اهل سنت و الجماعت و خلاف قرآن هست. اهل سنت و الجماعت معتقد هستند که الله متعال در ازل عالم بوده و در همان زمانی که الله متعال حتی قبل از آن که انسانی را و مخلوقی را بیافریند، الله متعال میدانسته که این انسان چگونه آفریده می شود و اگر آفریده بشود چگونه خواهد شد و بعد از این که خلق می شود چه اعمالی را انجام می دهد و چه سرنوشتی را خواهد داشت. بین خاطر علامه طحاوی می فرماید که خلق الخلق بعلمه، یعنی این که الله متعال خلق را و مخلوقات را و موجودات را همراه با علمش و در کنار علمش و با علم و دانش و آگاهی آفریده است. و قدر لهم اقدارا، و بعد از این که انسانها را آفرید برای اونها تقدیر نوشت، برای اونها تقدیرهایی را و قضا و قدری را مقدر کرد و تعیین نمود. و ضرب لهم آجالا، و برای انسانها اجل و مدتی را تعیین کرد. در این مطالب میبینیم که امام طحاوی این مطالب را نشأت گرفته از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکند، زیرا که ایمان به تقدیر و ایمان به قضا و قدر الله متعال یکی از پایه های ایمان هست و یکی از ارکان و اصول ایمان هست که ایمان هیچ انسانی کامل نخواهد شد مگر زمانی که معتقد به این باشد و باور بکند تقدیر الله متعال را، که تمامی اعمالی که ما انجام میدهیم و تمامی اتفاقاتی که در دنیا میافتد، تمامی اینها بر اساس تقدیر و سرنوشتی هست که الله متعال برای ما و برای بقیه موجودات تعیین کرده و قبلا نوشته است. الله متعال میفرماید انا کل شیء خلقناه بقدر، ما تمام اشیا را و تمام چیزها را با تقدیر آفریدیم، با تقدیر خلق کردیم. همه مقدر هست، تعیین شده هست قبلا، همه بر روی یک نظام مشخصی و تعیین شده و برنامه ریزی شده انجام میگیرد. و کل شیء عنده بمقدار، هر چیزی و هر موجودی و مخلوقی نزد الله متعال یک مقدار مشخصی را دارد و یک تقدیر مشخصی را دارد و چیزی هست که الله متعال قبلا این مطالب را به عنوان تقدیر و سرنوشت انسان و موجودات تعیین کرده.
قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله متعال برای هر موجودی و برای هر چیزی قدری را، تقدیری را، مطالبی را به عنوان تقدیر انسان و موجودات دیگر الله متعال بیان کرده و این تقدیر هست. یعنی این که هر چه در دنیا اتفاق می افتد این گونه نیست که بدون برنامه ریزی قبلی و بدون از تعیین قبلی و بدون از علم الله متعال امروز این اتفاق افتاده باشد، بلکه الله متعال قبلا این مطلب را میدانسته و این مطلب را و این عمل را مقدر کرده و میخواسته و بعد از آن این عمل و این کار و اتفاق به وجود می آید. وقتی که ما از تقدیر الله متعال صحبت می کنیم چند مطلب هستند که با تقدیر الله متعال گره خوردند و در واقع این مطالب را که یک جا بکنیم تقدیر الله متعال را بهتر میفهمیم و حتی تقدیر را در واقع با این صفات و خصوصیت ها ما میشناسیم. اولا این که قبل از این که الله متعال یک چیزی را بنویسد، سرنوشتی را تعیین بکند برای انسانی یا برای مخلوق دیگر، الله متعال علم داشته و آگاهی داشته. پس بنابراین اولین قدم سرنوشت و اولین خشت تقدیر الله متعال علم الله متعال هست. زیرا اگر الله علم نداشت، آگاهی نداشت و نمیدانست که چه اتفاقی میافتد، تقدیر را نمیتوانست که بنویسد، نمیتوانست که چیزی را مقدر بکند و تعیین بکند. پس بنابراین در مرحله اول این علم خداوند متعال هست. اولین خشت و اولین قدم تقدیر علم الله متعال بوده و بعد از این که در مرحله علم سپری می شود مرحله کتابت هست. یعنی این که آن چیزی را که الله متعال میدانست و میداند که در جهان اتفاق می افتد، در فلان زمان و در فلان مکان فلان اتفاق رو خواهد داد، الله متعال تمام این چیزها را در لوح محفوظ نوشته. پس بنابراین قدم دوم و مرحله دوم تقدیر کتابت هست، یعنی نوشتن تقدیر در لوح محفوظ. و مرحله سومش مشیت خداوند متعال هست، یعنی خواست خداوند متعال. این گونه نیست که یک چیزی را خداوند متعال مقدر بکند و خلاف میل الله و خلاف خواست و اراده الله متعال باشد. این مرحله سوم هست. و مرحله چهارمش خلق هست و ایجاد هست. آن چیزی را که الله متعال میدانسته و بعد از آن را در لوح محفوظ نوشته و مشیت الله متعال به آن تعلق گرفته، در مرحله آخر الله متعال آن چیز را خلق می کند و می آفریند. مثلا این که ما امروز به طور مثال یک کار خیری را انجام دادیم، الله متعال در ازل قبل از این که من و شما به وجود بیاییم میدانسته که فلان انسان این کار را انجام میدهد. این مرحله علم الله متعال هست. و همین چیزی را که الله متعال میدانست که من و تو انجام میدهیم این را در تقدیر من و تو نوشت و بعد از این هم این را خداوند متعال برای من و تو خواست. اگر واقعا خواست الله نمی بود من و تو نمی توانستیم این کار خیر و کار نیک را انجام بدهیم. پس بنابراین علم خداوند متعال مرحله اول، مرحله دوم کتابت و نوشتن تقدیر، مرحله سوم مشیت و خواست خداوند متعال و مرحله چهارم مرحله خلق و آفرینش است. این که اون چیزی را که خداوند متعال برای من و تو مقدر کرده و الله متعال میدانست که من و تو آن را انجام میدهیم به مرحله ظهور بیاید و عملا من و تو اون کار را انجام بدهیم. این مجموعه می شود تقدیر الله متعال، اون چیزی را که الله متعال برای من و تو و برای بقیه انسانها مقدر کرده. پس بنابراین تقدیر یک چیزی هست که الله متعال آن را قبلا برای تمامی انسانها مقدر کرده و سرنوشتی هست که برای همه نوشته و این یکی از اصول و پایه های ایمان هست. بین خاطر علامه طحاوی رحمت الله علیه در اینجا می‌فرماید که خلق الخلق بعلمه و قدر لهم اقدارا و ضرب لهم آجالا
و برای همه خداوند متعال یک اجلی را تعیین کرده. این اجلی که در اینجا هست این یک چیزی اضافه بر عمر هست، اجل به معنی عمر نیست. و این که در اینجا خداوند متعال و علامه طحاوی در اینجا اشاره می کند به آیه‌ای که الله متعال در اونجا می فرماید که لکل اجل کتاب، برای هر اجلی مدت مشخصی هست که تعیین شده. این به معنی عمر نیست، بلکه یک چیزی فراتر از عمر انسان هست. یعنی این که هر کاری یک مدت مشخصی را دارد و این اجلی را که الله متعال تعیین کرده برای انسانها و برای آسمانها و برای زمین و برای موجودات دیگر، این قابل تغییر نیست. آنچه را الله متعال نوشته و به عنوان اجل تعیین شده اون به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. اما عمر انسان قابل تغییر هست. اعمال صالحی را که انسان انجام میدهد این عمر انسان را اضافه می کند. و به تعبیر دیگر ما چندین نوع تقدیر داریم. یک تقدیر کلی هست که الله متعال در لوح محفوظ برای من و شما نوشته. این همون اجلی هست که الله متعال برای دنیا و برای موجودات و مخلوقات تعیین کرده. این قابل تغییر نیست. اما اون تقدیری را که الله متعال زمانی که انسان در شکم مادر بوده آن را برای من و شما نوشته، یا اون تقدیری را که در شب قدر الله متعال تعیین می کند یا به صورت روزانه تعیین می کند برای هر انسانی، این تقدیر قابل تغییر هست و این هیچ تضادی با اصل تقدیر و اون تقدیر کلی که در لوح محفوظ نوشته ندارد. و این مطلب هم برای تغییر عمر انسان بود که عمر انسان امکان دارد که کمتر بشود یا اضافه تر بشود از اون چیزی که الله متعال برای انسان تعیین کرده. مثلا زمانی که در شکم مادر بوده، در روایت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که هر کسی که دوست دارد که رزقش اضافه بشود و ینسأ له فی اثره و عمرش طولانی تر بشود، پس به پدر و مادر خودش احترام بگذارد و نیکوکاری بکند. رسیدگی به پدر و مادر عمر انسان را دراز و طولانی می کند. این عمر یک چیز دیگر هست غیر از اون اجلی که الله متعال در لوح محفوظ برای من و شما تعیین کرده. این عمر یک چیزی هست که زمانی این را الله متعال تعیین کرده برای من و شما که در شکم مادر بودیم، یا جزء اون تقدیری هست که الله متعال در سر سال اون را به فرشتگان می نویسد و تحویل می دهد. پس بنابراین اجل قابل تغییر نیست، قابل تقدیم و تأخیر نیست، اما عمر انسان قابل کم شدن و اضافه شدن هست. در اینجا علامه طحاوی می فرماید که وضرب لهم آجالا، الله متعال برای انسانها و برای بقیه مخلوقات اجلی را و مدتی را تعیین کرده. بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهم بود با مطالبی دیگر که علامه طحاوی بعد از این مطلب بیان کرده. تا آن زمان با ما همراه باشید. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. مخلوقات را عالمانه آفرید و برای آنان سرنوشت‌هایی مشخص نمود و برایشان مدت‌هایی تعیین فرمود. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. و پیش از آفرینش آنان چیزی بر وی پوشیده نبوده و میدانست که آنان چه کارهایی انجام خواهند داد و آنان را به اطاعت خیش دستور داد و از نافرمانی نهی فرمود. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب می‌فرماید که ولم یخف علیه شیء قبل ان یخلقهم.
در ابتدا این مطلب را بیان کرد که الله متعال موجودات را و مخلوقات را با علم و دیده و دانسته آفریده است و تمام چیز را الله متعال درباره انسانها و موجودات دیگر می دانسته و با علم خودش الله متعال و با دانشش این انسانها و مخلوقات را آفریده. در ادامه می فرماید ولم یخف علیه شیء قبل ان یخلقهم. در مورد انسانها و در مورد آسمانها و زمین و در مورد تمامی مخلوقات الله متعال همه چیز را می دانسته. هیچ مطلبی و هیچ موردی نبوده که در مورد این مخلوقات الله متعال قبل از آفرینش آن را ندانسته باشد و بعد از این که الله متعال این انسانها را آفرید تازه متوجه بشود که این مطلب چنین بوده. نه، بلکه همه چیز را الله متعال در مورد انسانها و دیگر مخلوقات قبل از آفرینش انسانها و مخلوقات می دانسته. ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم. الله متعال می دانسته قبل از اینکه انسان را خلق بکند و جنها را خلق بکند، الله متعال می دانست که این جنها و این انسانها چه کارهایی را انجام می دهند. این مقطع در واقع توضیحی هست برای مطلب قبلی که امام طحاوی رحمت الله علیه فرموده بود که الله متعال انسانها را با علمش آفرید و برای همه تقدیری را مشخص کرد، اجلی را برای همه تعیین کرد و بعد از این می‌فرماید که هیچ مطلبی این گونه نبوده که الله متعال قبل از آفرینش انسانها اون مطلب را در مورد انسانها ندانسته باشد و بعد از ایجاد و بعد از خلق کردن انسان اون مطلب را الله متعال تازه متوجه شده باشد و تازه آن را بداند. در این مقطع در واقع علامه طحاوی رد می کند بر یک عقیده منحرف و گرایشی منحرفانه که قدریه و جبریه به آن معتقد بودند که الله متعال قبل از این که انسان یک کاری را انجام بدهد الله متعال نمیدانسته که انسان چه کاری را انجام میدهد. این یک عقیده منحرف هست و عقیده‌ای هست که متضاد با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در اینجا امام طحاوی می‌فرماید که هیچ چیزی بر الله متعال قبل از پیدایش انسانها و جنها مخفی نبوده و پنهان نمانده. به این خاطر هست که الله متعال همه چیز را میدانسته قبل از آفرینش انسانها و در زمان آفرینش انسانها و بعد از آفرینش انسانها و میفرماید که وعلم ما هم عاملون قبل ان یخلقهم. الله متعال تمامی اعمال انسانها را، تمامی اعمال جنها را، تمام اعمال موجودات را قبل از آفرینش آنها دقیقاً میدانسته و میدانست که این انسانها و این موجودات اگر به دنیا بیایند و اگر خلق بشوند در دنیا چی کاری را انجام میدهند. و این اساس همون تقدیری هست که الله متعال برای من و شما نوشته. یعنی این که الله متعال قبل از این که من و شما به دنیا بیاییم و وجودی را داشته باشیم، الله متعال میدانست که اگر این انسان آفریده بشود، بعد از آفریده شدنش و بعد از این که این انسان به مرحله بلوغ برسد، به مرحله رشد و کمال برسد، این انسان با اختیار خودش چه کارهایی را انجام میدهد. بر اساس همان علم کامل الله متعال هست و بر اساس همان دانش فراگیر الله متعال هست که این تقدیر را برای من و شما نوشته. دقیقاً مانند این که فرض کنید که یک مهندسی یک ساختمانی را بنا می کند و اتاقی را می سازد و قبل از این که در داخل این اتاق و در کف این اتاق آبی ریخته بشود، این مهندس میگوید که اگر در این اتاق در اون گوشهش آبی بریزید، این آب نهایتاً به این گوشه میرسد، در صورتی که اصلا آبی هنوز روی کف این اتاق ریخته نشده.
اما مهندس قبل از این خبر میدهد که اگر آبی رو در فلان گوشه بریزید، این آب به طبیعت آب که دارد و به طبیعت این زمین، این آب باید به این گوشه اتاق باید برسد. الله متعال قبل از آفرینش من و شما میدانسته که این انسان اگر به دنیا برود و با اختیار خودش در دنیا حرکت بکند، با توجه به طبیعت این انسان، با توجه به طبیعت زمان و مکانی که این انسان در اون زمان و مکان زندگی می کند، اگر این در دنیا برود فلان و فلان کار را انجام می دهد. این علم الله متعال یک علم سابق هست و بر اساس همان چیزی که الله متعال از من و شما می دانست آن را برای من و شما نوشته. این مطلب هست که من قبلا بیان کردم که تقدیر خداوند متعال شامل 4 چیز هست: علم الله متعال و نوشتن در تقدیر، و بعد از آن مشیت الله متعال، خواست خداوند متعال، و بعد از آن انجام گرفتن اون عمل که مرحله خلق و تبلور اون عمل هست. پس بنابراین الله متعال تمام موارد را و تمام نکات را درباره تمام مخلوقات حتی قبل از خلقت و قبل از آفرینش این مخلوقات میدانسته. و امرهم بطاعته و نهاهم عن معصیته. الله متعال انسانها را امر کرده به اطاعت و نهی کرده از معصیت. این در واقع یک ردی هست بر اون کسانی که معتقد هستند که در دنیا انسان مجبور محض هست. یک فرقه‌ای بودند به نام جبریه که این معتقد به این مطلب بودند که انسان در دنیا کاملا مجبور محض هست، از خودش هیچ اراده‌ای را ندارد. اگر یک انسانی نمازگزار هست، روزه‌دار هست، نیکوکار هست، مجبور هست باید نماز بخواند، باید روزه بگیرد، باید کارهای نیکی را انجام بدهد. چرا؟ چون که خداوند متعال برایش مقدر کرده که این گونه باشد. و اگر یک انسانی بد هست، بدکار هست، پایبند به اصول ایمان و اصول دین و شریعت نیست، پایبند اخلاق اسلامی نیست، مجبور هست باید این گونه باشد، زیرا که الله متعال این را برایش مقدر کرده. این عقیده جبریه هست و این عقیده یک عقیده باطل هست و متضاد با آیات قرآن و احادیث رسول الله و عقل و منطق بشری هست. بلکه کارهایی را که انسان در دنیا انجام میدهد بر اساس خاص و اراده خودش هست. من و شما در دنیا امروزه اگر خودمون فکر بکنیم و بیاندیشیم، اختیار داریم، میتوانیم این کار را انجام بدهیم یا این کار را انجام ندهیم. مثلا اذان گفته، من و شما میتوانیم به اختیار خودمان بلند بشویم، وضو بگیریم و به اختیار خودمان به مسجد برویم. و همچنین این توان را داریم که این ندای الهی را، این اذان را نادیده بگیریم، در خانه بنشینیم یا در منزل نماز بخوانیم یا اصلا نماز نخوانیم. این به اختیار خود من و شما هست. در هنگام عمل من و شما این اختیار را کاملا احساس میکنیم. پس بنابراین الله متعال انسان را در هیچ کاری مجبور نکرده. بله این گونه هست که مشیت انسان، خواست و اراده انسان تحت مشیت و اراده الله متعال هست. اگر کاری را که الله متعال نخواهد انجام بشود، خواست و اراده من و تو هیچ گونه کارایی را نخواهد داشت. بدون از اراده و خواست الله متعال من و تو نمیتوانیم کاری را انجام بدهیم. اما وقتی که الله متعال یک چیزی را برای من و شما اراده بکند و بخواهد، من و شما با اختیار خودمان اون کار را در واقع انجام میدهیم و هیچ گونه اجباری و اکراهی در این زمینه وجود ندارد. قدریه آمدند تقدیر را نفی کردند، گفتند الله متعال هیچ چیزی را مقدر نکرده، همه به صورت کارهایی که انجام می شود به صورتی انجام می شوند که قبلا برنامه ریزی نشده، اتفاقی هست تمام این اتفاقات و حوادث. و در مقابل جبریه آمدند و معتقد به این شدند که و این باور را برای خودشون انتخاب کردند که انسان در دنیا مجبور محض هست، هر کاری رو که انجام میدهد بالاکراه باید اون کار را انجام بدهد و در واقع این گونه نیست. و اساس مجازات الهی و اساس پاداش الهی بر همین نقطه هست.
چون که انسان نمازگزار و نیکوکار به اختیار خودش این کار را انجام داده، پس بنابراین باید ثواب و پاداش ببرد. و انسان بدکار و گناهکار چون که با اراده و اختیار خودش به این مسیر رفته، باید مجازات بشود و این سزای اعمالش را باید ببیند. پس بنابراین انسان در دنیا مجبور محض نیست، بلکه از خودش اراده و اختیار دارد. و این مسئله تقدیر در واقع یکی از مسائلی هست که بسیاری از انسانها از این مسئله استدلال میکنند به خاطر این که شرک خودشان را، کفر خودشان را، گناه خودشان را و کمکاری خودشان را توجیه بکنند. اون کسانی که امروزه اعمال نیک انجام نمیدهند یا اینکه گناه انجام میدهند و علتش را میاندازند به گردن تقدیر، وقتی که آنها را نصیحت میکنی که چرا شما مبتلا به این کار گناه شدید، چرا این کار ناجایز را انجام میدهید، میگن ما چه کار بکنیم، این را الله برای ما مقدر کرده، من که تقصیری ندارم، تقدیر من این گونه بوده. این در واقع یک بهانه شیطانی هست و یک بهانه هست که مشرکان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه بهانه میگرفتند و این را بهانه قرار میدادند تا اینکه اعمال خودشان را، شرک و کفر خودشان را توجیه بکنند. الله متعال در این زمینه میفرماید سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا. اونهایی که شرک کردند اونها میگویند که اگر الله میخواست ما شرک نمیکردیم. یعنی حتی شرک خودشان را به گردن تقدیر میندازند، چون که الله برای ما مقدر کرده ما شرک کردیم. و انسانهای دیگر هستند که وقتی که اونها را فرا میخوانی به کار خیر و کار نیک، میگویند که اگر الله برای من مقدر کرده باشد این کار را انجام میدهم، و اگر نه، وقتی که اون کار را انجام نمیدهد میگه خدا برای من مقدر نکرده. بلکه این برمیگردد به اختیار انسان. وقتی که الله متعال انسان را امر کرده به یک چیزی، معنیش این هست که اختیار دارد که اون کار را انجام بدهد. و وقتی که انسان را از یک کاری نهی کرده، به این معنی هست که این انسان میتواند از این کار باز بیاید و همچنین میتواند اون کار را انجام بدهد. و اگر چنین نباشد، یعنی انسان مجبور محض باشد، پس بنابراین امر خداوند متعال و نهی الله متعال هیچ گونه معنی را در اینجا نخواهد داشت. منتها این هست که و ما تشاءون الا ان یشاء الله، خواست و اراده انسان در دامنه و در دایره خواست و اراده الله متعال هست. و ما تشاءون الا ان یشاء الله و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. هر چیزی را که شما میخواهید در صورت امکان پذیر هست که این جزو و در دایره مشیت الله و پروردگار جهانیان باشد. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که آن چیزی را که الله متعال برای ما مقدر کرده و آن را برای من و شما نوشته است، اون امر هست و نهی هست که الله متعال به من و شما امر کرده که این کارها را انجام بدهیم و نهی کرده که این کارها را انجام ندهیم. و تمامی این اوامر و نواهی الله متعال که به من و شما شده، اینها در دایره اختیار من و شما هست و می توانیم این کارها را انجام بدهیم یا این که از دستور الله متعال سر باز بزنیم و معصیت الله متعال را انجام بدهیم، که بر این اساس هست که الله متعال من و شما را در صورت انجام دادن کارهای خیر پاداش میدهد و در صورت عصیان و نافرمانی الله متعال من و شما را مجازات میکند. همه اینها برمیگردد به تقدیر الله متعال و تمامی این موارد را الله متعال برای من و شما مقدر کرده و هر کاری که در دنیا انجام میگیرد بر اساس تقدیر خداوند متعال هست و بدون تقدیر و بدون اراده و بدون رضا و مشیت الله متعال در دنیا هیچ کاری انجام نمیگیرد. مطمئن باشیم که هر کاری که برای من و شما و هر اتفاقی که برای من و شما اتفاق میافتد و رخ میدهد بر اساس تقدیر خداوند متعال بوده، هم کارهای خیر و اموری که خوشایند هست برای من و شما و هم کارهایی که و اموری که از نظر ظاهر مضر هست و ناخوشایند هست، همه در دایره تقدیر الله متعال هست و بر اساس رضا و مشیت الله متعال هست که برای من و شما انجام می شود و من و شما این کارها را انجام می دهیم.
تا برنامه دیگر که در خدمت شما بزرگواران خواهم بود، همه شما را به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. مخلوقات را عالمانه آفرید و برای آنان سرنوشت‌هایی مشخص نمود و برایشان مدت‌هایی تعیین فرمود. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. و پیش از آفرینش آنان چیزی بر وی پوشیده نبوده و میدانست که آنان چه کارهایی انجام خواهند داد و آنان را به اطاعت خیش دستور داد و از نافرمانی نهی فرمود. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.